اهل کلکتیوهای مهنتی هر یک مؤسسه تعلیمی با نظر داشت مهمیت تطبیق نکته های پیام پیشوای ملت نقشه چوره‌بینی مرتب ساخته در این زمینه کاربری می‌نمایند. در مؤسسه تعلیمی رقم 10 ناحیه کشانیان به سطح زبان آموزی خوانندگان توجه درکاری روانه گردیده است. آموزگار فن زبان روسی نازیگل حسنова ساعت تعلیمی را با زبان نسبتاً ساده و فهما دایر می‌کند. این است که شاگردان معلمه بین هم با این زبان آزادانه صحبت میکنند و شعرخوانی. معلمه نازیگل حسنova با مقصد جلب بیشتر خوانندگان به آموزش زبان روسی از متدهای گوناگون تعلیمی استفاده می‌نماید. درس کشاد تشکیل نموده خوانندگان را هدایت می‌کند که بیشتر علم آموزند و زبان‌های خارجی را از خود کنند. زیرا در جامعه معاصر به دانستن زبان‌های خارجی رشد نمودن ناممکن است. تا جای شاهد بودیم خوانندگان رسم و منظره‌های تصویر شده را با زبان روسی آزادانه شرح می‌دهند و نطق برا دارند. А это какие животные? Кошка домашние животные, Заяц дикие животные. кошка живет в доме, Заяц в лесу живет. Молодцы. تشکیل نمودن درس کشاد به عقیده معلمه باعث جرأت بیشتر خواننده و تامین ذوق نورس به زبان آموزی می‌گردد. با مقصد آموزش فن زبان روسی و زبان‌های خارجی در مؤسسه ما درس کشاد گذرانده شد که در آن خوانندگان صنف‌های 4 اشتراک نمودند. مقصد گذراندن درس ما این نطق شفاهی خوانندگان را باز هم براتر گردانیدن بود و در آن خوانندگان با یک تیاری جدی آمده درس را خوب گذراندند. در این مؤسسه تعلیمی هر یک آموزگار فعالیت کسبیش را طبق نظامنامه و در دایره تطبیق دستور و سفارش‌های سرور دولت جهت تربیت شاگردان مسلح با علم و دانش راه اندازی کردند.